سلام، اینجا استودیو صدای قانونه. قراره درباره یه چیزی صحبت کنیم که شاید هممون تجربهش کردیم یا خواهیم کرد. قرارداد. اما نه اون قراردادهایی که توی کتاب‌ها میخونیم با تساوی اراده، اصل آزادی، حسن نیت و تعهد متقابل. نه، قراره درباره اون قراردادهایی حرف بزنیم که تو فقط امضا میکنی چون چاره‌ای نداری. نه اصلاح میکنی، نه سوال میپرسی، فقط میپذیری. محسن دانشجوی ترم آخر دنبال کار میگرده تا خرج خوابگاه و غذاشو در بیاره. یه مؤسسه مشاوره قبولش میکنه. مدیر با لبخند میگه اینجا قانون ما اینه که همه باید بمونن تا وقتی کار تموم شه. بیمه هم فعلا نداریم. قرارداد میذاره جلوش. محسن یه نگاه میندازه. توی دلش میگه اگه بگم نه میدن یکی دیگه. امضا میکنه. هرچند تو دلش سنگینه ولی پول قانعش کرده. عباس 52 سالشه. کارگر ساختمونه. هر روز ساعت 6 صبح میره تا 6 عصر. پروژه تموم میشه. پیمانکار میگه حقوقت میمونه برای ماه بعد. الان نقدینگی ندارم. هیچ قرارداد کتبی ندارن، فقط یه تلفن، یه کار و یه روزگار سخت. عباس حرفی نمیزنه، فقط میره خونه. همسرش میپرسه پول چی شد؟ و اون فقط میگه قول داده. قولی که نه امضا داره، نه ضمانت و نه عدالت. خب بذار ساده بگم. قرارداد تو حقوق یعنی توافق. توافق یعنی اراده آزاد دو طرف. تو قانون مدنی ایران ماده 10 میگه قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشن نافذن. ولی آیا این امضای اجباری، آیا این شرطهای ناعادلانه مخالف قانون نیستن؟ مثلا وقتی تو قرارداد کاری می نویسن کارفرما میتونه هر وقت بخواد فسخ کنه بدون پرداخت خسارت. یا حتی تو قرارداد کارآموزی دانشجویی هیچ حق بیمه‌ای به کارآموز تعلق نمیگیره. اینها با اصل انصاف، اصل حسن نیت، اصل توازن حقوق و تعهدات در تضادن. قانون مدنی و قانون کار ما مخصوصاً مواد 7، 10، 21، 22 قانون کار سعی کرده از کارگر و طرف ضعیفتر حمایت کنه. ولی وقتی کسی ندونه چی امضا میکنه یا حتی نتونه بپذیره، این مواد فقط متن میمونن. خب اگه یه قرارداد ناعادلانه امضا کردم چی؟ تمومه دیگه؟ نه، هر شرطی تو قرارداد اگر مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشه باطله. تو قانون داریم که شرط نباید موجب ضرر یک جانبه بشه و اگر ثابت کنه که با اکراه، اجبار و یا ناآگاهی امضا کردی میتونی حق ابطال قرارداد رو بخوای. اما مسئله اینه که خیلیا نه راهشو بلدن، نه وقتشو دارن و نه امیدشو. حقیقت اینه که تو جامعه ما خیلیا فقط به خاطر اجاره عقب افتاده، خرج زندگی یا ترس از بیکاری چیزی رو امضا میکنن که خودشونم میدونن ناعادلانه است. اما حقوق یعنی آگاهی، نه فقط نوشته شدن. و عدالت اونجاست که ما بدون ترس با علم و شجاعت امضا کنیم یا نکنیم. پس بار بعد که برگه آوردن جلوت بپرس، بخون، تحقیق کن. چون یه امضای اشتباه ممکنه یه عمر تو رو خاموش کنه.